من واسه یه سگ با شوهرش اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر یه سگ نیست. تو فکر میکنی به خاطر سگه؟ سگ نیست، اون خیلی ارزشش از تو بیشتره. تو بی ارزشی. بدبخت. تو هر چی داری صدقه سر من و خانواده‌ام. چیکار کردین برای من؟ مگه تو رو جمعت نمی‌کردم کسی تو رو آدم حساب می‌کرد؟ بچه خوشگل، مزلف، با اون خانواده در پیتتون بابای مخاطب. کثافت آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو بده. بیشور نفهم. من عاشقتون بودم که باهات ازدواج کردم. زبون نفهم. اینا پول پدرتو به چه درد من میخورد؟ 6 ماه رفتیم زیر یه سقف خونه اجاره پایین میدون منیری. نگاه چیار تعریف بهش گفتم تو دکتری، منم کار میکنم، با میسیم با هم کار میکنیم پول در میاریم. کم آوردم. رفت موسموس بابا ننه‌شو کرد، گفت این خونه و ملک و ویلا و همه رو بزن برام. خب آروم. من عقده ایم. کثافت وایسا. آشغال. حیف احساسی که من به تو داشتم. آقا من دیگه توی خونه نمیرم. نفهم تویی. واسه اینجا وایسا ببینم. روی چه ماشین بده. کلید ویلا رو بده. بابا خاک بر سر بیلیاقتت کنم. خاک بر سر تو کنن.